درود بر شما. 21مین برنامه‌های هر روز یک گوشه اختصاص دارد به دو گوشه کرشمه و زنگوله عراق. در واقع اینا گوشه عراق رو تموم میکنه، فرود میارن در ماهور و خصوص زنگوله یعنی فرود میاره در ماهور و راه فرعی آخری که در ماهور میمونه در واقع همون راک ها هست. جلسات آخر ما خواهد بود در روزهای آینده. دو گوشه کرشمه و زنگوله اونطور که گفتم ریتمیکه و ته بعد از حزین من اول یه دور حزین رو میزنم که اینا با هم وصلن. در واقع اینجوری هست. اگر که نمیتونید، یعنی تمرین بنزه کافی نبوده که بشه این ریز و در واقع بعد از این ریز نرم یه تک روی دو استخراج کنین، تک شفاف، و اون دوتون دو راب میشه یا مثلا دوتون مزاب میخوره یا ست شد مزاب بخوره، اینجا قطع کنید، یعنی بزنید قطع کنید. بعد میتونید یه دو راب چپ بدید، مثلا اینجا قطع کردیم. اینجا اشکال نداره چون هویت دو راب دیگه مشخص میشه. اونجا تو ریز اگه بخواد دو راب بیاد بیرون به اصطلاح اکسنت مخدوش میشه. پس من یه بار دیگه میزنم. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون به حالت در بیاد. بعد باشه در واقع روی پرده خوارزمی که میاد، خب سیبرمان که میاد اونجا دیگه از نظر سرعت میفته، هم در اینجا هم در زنگوله. داریم اینجور گوشه هایی رو که در یه تریکورد یا دو تریکورد خیلی پر جنب و جوشن، در تریکورد قبلی که برمیگردن روش میفتن که حالا در موارد دیگه توضیح خواهیم داد نمونه های دیگرش رو. پس اینجا فرود میاد، باز میتونید یه ریز نرم بدین. زنگوله یه فرمول ملودیک هست، یه فرمول ملودیک با یه پترن ریتمیک که داره. پترن ریتمیکش اینه خصوصا پترن رو دادم که اکسنتاشو جاشو ببینید. خب این پترنش ریتمیکشه، ولی فرمول ملودی که در واقع با این روی این پترن سوار میشه و زنگوله رو درست میکنه. فرمول ملودی عقب رونده است، یعنی اینجوریه برمیگرده. برمیگرده عقب و میره تا روی درآمد در واقع فرود بیاد. خب پس اینجا میشه
در واقع یک کند شدن در این محدوده داریم، یا در اینجا داریم. خب دیگه اینجا تند میشه، خب دیگه برمیگرده در ماهور. پس در واقع من در یه بار دیگه تا انتهاشو میزنم، موزیک تیکر رو اینجوری میشه در واقع. فرود میاد تا برو من یه مدل دیگه زدم اینجوری به این شکل. اینجور چیزه مدار دقیقه شد خاطرم نیست، چون این مدلی اولی که زدم آقای لطفی ما درست دادم. فرود به حال چیز معمول ماهور. خب پس من یه بار دیگه این دوتا رو میزنم و این دو گوشه رو و تا فردا که مدار فرایه راک رو با گوشه های راک در واقع شروع خواهیم کرد، به همتون بدرود میگم. پس میشه من یه دور حزین رو میزنم و وصل میکنم به این دو گوشه. فردا شاد و سرفراز و آزاد باشید.